گزارش‌ها نشان می‌دهد خرید و فروش موی طبیعی در ایران دیگر فقط به صنعت زیبایی و اکستنشن محدود نیست، بلکه برای برخی فروش مو به راهی برای تأمین هزینه‌های ضروری زندگی تبدیل شده است. افزایش هزینه‌های زندگی باعث شده برخی افراد برای پرداخت اجاره خانه، شهریه دانشگاه، هزینه‌های درمان یا سایر مخارج روزمره موهای خود را بفروشند تا جایی که مو به یک دارایی نقدشونده تبدیل شود. قیمت مو به عواملی مانند طول، حجم، سلامت، طبیعی بودن و نداشتن رنگ یا دکلره بستگی دارد. موهای سالم و بلند بیش از 60 سانتی متر گاهی تا 30 میلیون تومان ارزش گذاری می شوند، در حالی که موهای رنگ شده ممکن است با قیمت‌هایی در حدود 2 میلیون تومان خریداری شوند. این بازار خالی از سوء استفاده نیست. گزارش‌ها از زنی روایت می‌کند که ابتدا برای موهایش 18 میلیون تومان پیشنهاد دریافت کرده، اما پس از کوتاه شدن مو، خریدار به بهانه وجود موخوره مبلغ پرداختی را به 5 میلیون تومان کاهش داده است. واسطه‌ها در این معاملات نقش پررنگی دارند و برای معرفی فروشنده و خریدار گاهی حدود 2 میلیون تومان حق دلالی دریافت می‌کنند. افزایش آگهی‌های فروش مو را نمی‌توان صرفاً نشانه رونق بازار زیبایی دانست، بلکه بازتابی از فشارهای اقتصادی است که برخی خانواده‌ها را وادار کرده حتی بخشی از ظاهر و زیبایی خود را برای تأمین هزینه‌های زندگی بفروشند.